وقتی اخبار رو گوش میکنیم و حوادثی که در این اخبار بیان میشه رو میشنویم، به بسیاری از سوالات پاسخ داده میشه که چرا اوضاع بلوچستان این گونه است. در یک هفته بیش از 40 نفر 50 نفر کشته شدن به عناوین مختلف، به انواع مختلف. اینها دردهایی است که در بلوچستان هست و به هر حال پاسخی هم که داده میشه منتج به خشونت‌های دیگری میشه که شما شاهد هستید. در خدمت دوست و برادر عزیزمون جناب آقای شیر احمد شیرانی، سردبیر خبرگزاری وزین هالوش هستیم و در همین ابتدا هم تبریک میگیم به جناب آقای شیرانی به دلیل اینکه خبرگزاری هالوش از مرز 1,000,000 نفر دنبال کننده گذشت و این جای بسی خوشحالی است که چنین خبرگزاری در حوزه حقوق بشری در راستای مردم بلوچستان داره فعالیت میکنه و امروز 1,000,000 دنبال کننده داره و این نوید بخش این هست که میتوان اخبار هالوش رو به عنوان یک منبع و سند درست ازش نام ببریم و دنبالش بکنیم. جناب شیرانی خوش آمدید به برنامه خودتون سیمای بلوچستان. در رابطه با این حادثه‌ای که در روز شنبه 4 مرداد ماه 1404 اتفاق افتاد و طی اون به هر حال طبق گفته مأموران امنیتی حکومت 6 نفر کشته شدن، 22 نفر زخمی شدن، این حمله چرا صورت گرفت؟ اولا اینکه ماجرا از کجا شروع شد و این تعداد کشته شده و بخصوص زخمی هایی که از افراد غیر نظامی مراجعه کنندگان اونجا بودن، این چرا این آمار اینقدر بالاست و این جای نگرانی است که مردم عادی چرا هدف قرار گرفتن؟ از زبان شما میشنویم توضیحات شما رو. سلام خدمت شما و خدمت مخاطبان شبکه جهانی کلمه. متشکرم از شما که اعتماد دارید به رسانه هالوش و همچنین مردم عزیز ما که محبت و اعتمادشون هست که امروز هالوش موفق شده بالاخره به یک حد نصابی از دنبال کنندگان و مخاطبان خودش دست پیدا بکنه. متشکرم. ببینید، قبل این که بخوایم بپردازیم به موضوع حمله به دادگستری کل سیستان و بلوچستان در روز شنبه، پیش از اون ما بایستی ببینیم چه اتفاقاتی رخ داده به لحاظ امنیتی، به لحاظ سیاسی در منطقه حداقل بلوچستان. ببینید، اگر بخوایم به مسائل بلوچستان بپردازیم بایستی به قبل از جمعه خونین و بعد از جمعه خونین اشاره بکنیم. حقیقتش بعد از جمعه خونین همه اتفاقاتی که در سطح بلوچستان رخ داده، حتی پیش از اون، مجوز همه اتفاقات در واقع از یک نهادی، از یک دستگاهی مثل دستگاه قضایی مجوزش صادر میشه، چه برای بازداشت شهروندان، چه برای مسائل دیگه‌ای که در سطح استان رخ میده، حتی در مسائل مثل تخریب منازل مسکونی شهروندان، اعدام‌ها، حتی ورود برای منازل. در همه اتفاقات یعنی دستگاه‌های امنیتی و نظامی مجوز اون اقدام خودشون رو از دستگاه قضایی اخذ میکنن و همین به نوعی یک چراغ سبزی هست. یکی از نمادهای در واقع سرکوب جمهوری اسلامی همین قوه قضایی است که ما در طی سالیان گذشته تا به امروز شاهد موارد بسیار زیاد نقض فاحش حقوق بشر در سطح کشور و بخصوص در منطقه بلوچستان بودیم. خب این به نظر من قابل پیش بینی بود برای شخص حقیر که بالاخره رویدادهای بلوچستان رو دنبال میکنن، به مسائل میپردازن، اشراف دارن تقریبا به امورات اون منطقه. خب قابل پیش بینی بود که ممکنه خروجی این اقدامات جمهوری اسلامی و سیاست هایی که در سطح بلوچستان داره اعمال میکنه، با نظامی کردی، با قوه قهریه، با در واقع سرکوبی که داره انجام میده، خروجیش بالاخره اون اقدامات مسلحانه از سوی جریان‌های مسلح مثل جشنونت خوب وسیع‌تر میشه، گسترده‌تر میشه و به نوعی در اذهان عمومی و افکار عمومی و
در بین خود جریان مسلح به نوعی توجیه پذیر میشه. یعنی ما بارها در همین برنامه هم نسبت به پیامدهای خشونتبار و باز تولید خشونت در سطح استان هشدار داده بودیم. خب نتیجهش همین شد که در روز شنبه برخلاف همه عملیات هایی که جشن‌الدن در طی دهه گذشته، سالهای گذشته انجام داده، اولین بار هست که یک در واقع نهاد وابسته به قوه قضاییه که داره کل استان هست مورد هدف مستقیم قرار میگیره و کسانی از اعضای جیش العدل با اینکه میدونن در اون عملیات و در اون درگیری کشته میشن این ریسک رو قبول میکنن و میان. به نظر من صرف نظر از این که حالا اگر ما به مثلا تعداد کسانی که در این حمله آسیب دیدن چه از سوی جشن‌العدل چه از سوی نیروهای نظامی، بالاخره اونجا گلوله های شلیک میشه، مشخص این گلوله ها از سوی چه کسانی شلیک میشه، بالاخره زیاد هستند افراد و شهروندان عادی و ارباب رجوع هم در اون ساختمان حضور داشتن. نفس مسئله است که یک ارگان وابسته به قوه قضاییه که هیچ کس خیلی ممکنه فکرش هم نمی‌کردن مورد هدف قرار میگیره. البته این رو من اینجا اضافه بکنم که چند روز پیش از این حمله، من اشتباهاً تاریخش حضور ذهن ندارم، جشن‌العدل در کانال تلگرام خودش هم در رابطه با اعدام هایی که در واقع از شهروندان بلوچ در سطح کشور رخ داده بود که تعدادشون هم زیاد بود، یک بیانیه اتفاقا ویدئویی منتشر کرده بودن و هشدار داده بودن که ما مقامات جمهوری اسلامی رو پاسخگو میکنیم و خب این اتفاق رخ داد. از کسانی که در حال تصاویری که خود دستگاه‌های امنیتی حکومتی منتشر کردن مشخص است 3 نفر فرد مسلح که بعد اجسادشون پیکرهاشون هم مشخص بود که لباس نظامی به تن داشتن و وارد اداره کل دادگستری شده بودن، داخل ساختمان مامورین رو کشته بودن و اقدام به تیراندازی کردن. طبق در واقع روایتی که شاهدان یعنی و کسانی از مجروحین که گویا از پرسنل دادگستری بودن، از کارکنانش که مصاحبه کرده بودن رسانه‌های حکومتی، این رو عنوان می‌کردن که این افراد مهاجمین اتاق به اتاق دنبال قنصات و پرسنل بودن و طبقه همکف رو هم در تصاویری که منتشر شده بود مشخص بود که همه داخل ساختمان جای گلوله و در واقع شلیک بود. در رابطه با موضوع کودکی هم که متاسفانه جونش از دست داده بود، خردسالم بود، روایت‌های متناقضی دستگاه حکومتی، جانشین فرمانده انتظامی استان و رسانه‌ها منتشر کردن. رسانه‌های حکومتی در ابتدا جانشین فرمانده انتظامی استان در مصاحبه با رسانه صدا و سیما گفته بود که افراد مسلح در داخل سالن همکف در سن نارنجک پرتاب کردن و این کودک جونش از دست داده. اما خبرنگارش شبکه استانی که برای صدا و سیما در واقع گزارش تهیه می‌کرد در یک فاصله خیلی دورتر از محل ساختمان اون مکان رو در واقع محل اصابت گلوله به این نوزاد داره عنوان میکنه که خب این عدم همخوانی و عدم در واقع تناقض در این روایت ها مشخص است که بالاخره اتفاق چیز دیگری است. حالا طبق اطلاعاتی که ما داشتیم حتی پیش از این که رسانه‌های حکومتی بخوان تصاویر رو منتشر بکنن، اون همه تصاویر رو در واقع خط و بریده شده است، دوربین همه در بسته گرفتن. حالا اون چیزایی که تصور کردن به مصلحتشون هست، اون خلای امنیتیشون رو بخوان سرپوش بگذارن یا هر چیز دیگری یا توجیه بکنن، اونها رو پخش کردن. اما روایت هایی که ما داریم خب از شاهدان، یعنی که ما مجموعه حالوش قبل از اینکه رسانه‌های حکومتی بخوام به این مسئله ورود بکنم، ما تصاویر منتشر کردیم با شاهدان عینی، کسانی که در داخل دادگستری بودن هم صحبت کردیم که حالا حقیقتش خاطر امنیت اون افراد ما صداشون یا تصاویر و ویدیوهاشون رو که با ما مصاحبه کردن منتشر نکردیم خاطر امنیت جانشون. اما روایتی که داشته این بود که افرادی چه در داخل سن و چه در خیابان از سوی نیروهای نظامی مورد هدف قرار گرفتن و از طبقه دوم و سوم هم گویا افراد نظامی حضور داشته که ما در واقع نیروهای محافظت از اون طبقات بودن که به صورت اقدام به شلیک کردن و یا مواد مثل نارنجک
در حتی خیابان‌های اطراف هم نیروهای نظامی به صورت بی هدف اقدام به شلیک گلوله کرده بودن در به هر طرفی که خب با وجود اینکه شهروندان زیادی اونجا در اون منطقه به صورت حالا ناظر یا شاهد یا نظاره‌گر بودن، هم احتمالی که مورد هدف قرار گرفته باشن بسیار بالا بود. و این کودکی هم که حالا طبق اطلاعاتی که ما داریم که در مقابل داروخونه در فاصله تقریبا خیلی دوری از ساختمان هدف قرار گرفته بوده، از سوی نیروهای نظامی مورد هدف قرار گرفته و زمانی هم که به بیمارستان منتقل میشه. یعنی ایشون یعنی ایشون ببخشید، ایشون یعنی در محل دادگستری نبوده با مادرش، این طفل نه اصلا معصومی که اونجا کشته شد؟ اصلا در تصاویر یک با فاصله خیلی زیاد در کنار یک داروخونه ای هست که اونجا مورد اصابت گلوله قرار میگیره. حالا ما با اطلاعات موثقی داریم که خب حتما ممکنه بهش بپردازیم، گزارش‌های اختصاصی در این باره پیگیر هستیم، ولی اطمینان 100% داریم که گلوله از سوی نیروهای نظامی شلیک شده بود. حالا به صورت کور که شلیک کردن به این طفل معصوم هم اصابت کرده و مادرش، خانوادهش هم کاملا این رو میدونن، حتی حاضر نشدن در داخل بیمارستان مصاحبه بکنن و نیروهای نظامی، دادستان و از ماموران امنیتی که اونجا در بیمارستان حضور پیدا کردن این خانواده رو گفتن که اگر شما همکاری نکنید و اون چیزی رو که ما میخوایم رو اظهار نکنید، به زبون نیارید، ما از مداوا معالجه خود شما هم خودداری میکنیم، چون خودش هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته از ناحیه دست و کتفش، همین مادر این کودک خردسال. این اتفاقاتی هست که در واقع در اون روز رخ داده. بله. که در ادامه بهش میپردازیم. بسیار عالی. حالا به هر حال این جای خیلی سوالات رو میتونه مطرح بکنه. اون چه که در تصاویر دوربین‌های مداربسته رسانه‌های داخلی منتشر شد، 3 نفر حمله میکنن به داخل دادگستری، یعنی از جلوی درب حمله شروع میشه و این 3 نفر ورود میکنن داخل ساختمان، یعنی دیگه چیزی بیرون نبوده. اگر این مادر و این طفل معصوم به نوعی در بیرون از محوطه ساختمان دادگستری هدف قرار داده، اینجا دیگه شبهات زیادی مطرح میشه. چگونه است که اینها از داخل ساختمان دادگستری که 1000 تو و 1000 لا هست اینا ورود پیدا بکنن و بعد در خیابان یکی مورد اصابت قرار بگیره؟ این دیگه سوالات زیادی رو مطرح میکنه. شما بینندگان عزیز خودتون میتونید قضاوت بکنید در این رابطه.